میشه گفت که این روزها ما شاهد شکفتن نخستین غنچه ها در روابط میان ایران و تاجیکستان پس از یک سرمای ناگهانی و بسیار کوتاهی در مناسبات بین این دو کشور بودیم. چه صحبت‌های آقای ظریف که میگفت تاجیکستان خانه ماست، با اعتماد به نفس هم این صحبت‌ها رو می‌کرد، و چه صحبت‌های آقای اسلوف همتای ایشون در تاجیکستان که تاکید بسیار زیادی داشت روی گسترش روابط با ایران و همینطور البته اشاره هم می‌کرد به اینکه در این روابط باید از ظهورات نامطلوب خود رو کنار گرفت یا در واقع پرهیز کرد. اینها همش بیانگر این هست که اختلافات آهسته آهسته داره ظاهراً برطرف میشه. البته از همون آغاز این سرما هم احساس میشد که این اختلافات چندان بلند مدت نیست، نه به خاطر تنها صرفاً روابط سیاسی نزدیکی که ایران و تاجیکستان در گذشته داشتن، بلکه میدونیم که پیوندهای تاجیکستان و ایران بسیار گسترتر از این هست و به اعماق قرنها برمیگرده. و از سوی دیگر موضع ابرقدرت منطقه هم که روسیه باشه بسیار مهمه در این زمینه که به نظر میاد بی تاثیر نبوده باشه. و همینطور میدونیم که در گذشته همین تا چندی پیش تاجیکستان ایران رو متهم می‌کرد به اینکه همدستی کرده با برخی از گروه‌های به اصطلاح تروریستی در تاجیکستان، در حالی که دیروز شاهد اون بودیم که آقای رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با آقای ظریف وزیر خارجه ایران درباره نحوه مبارزه با گروه‌های به اصطلاح تروریستی در منطقه هم صحبت کردند، اونطور که گزارش‌های رسمی میگن. و دیدار یا نشستی که قرار روز 10 نوامبر یعنی فردا در سمرقند برگزار بشه، کنفرانس بین‌المللی ضد تروریستی و امنیتی هست که در اونجا هم آقای اسلوف و هم آقای ظریف و هم مقام‌های مربوطه دیگر از کشورهای منطقه حضور خواهند داشت. یعنی شما موقعی که با کسی میشینید و درباره مبارزه با تروریسم صحبت می‌کنید و نحوه هماهنگی این مبارزه، بیانگر این هست که شما در واقع اون طرف رو دیگر متهم نمی‌کنید به اینکه او هم دستی داشته با گروه‌های به اصطلاح تروریستی.